خدمت هم عزیزان مجموعه PC سناتور. امروز در خدمت شما هستم با آموزش سبکسازی حجم درایو کامپیوتر شما که چجوری بدون اینکه ویندوز یا هر اقدام دیگه ای انجام بدید بتونید به راحتی هرچه آسان‌تر حذف کنید. واسه این کار کلیدهای ترکیبی پنجره یا ویندوز ها رو میزنید. 3 تا ما حالت داریم: تمپ، درصد، تمپ خالی علاوه کلین MGR. به عنوان مثال از تمپ خالی شروع میکنیم، تمپ رو میزنیم تو این قسمت. اینا همش کش هستش، کنترل A، شیفت دیلت باک. چون میزنید هرچی که باک میکنه باکان یکی دوتا میمونه. آدم کش ها نیستن، ولی خودتون که چقدر ازتون آسان تر شد. دوباره کلیدهای ترکیبی ویندوز و علاوه این بار تمپ درصد رو میزنیم. همونجور که میبینید این دوباره کش هستش. واسه این کار دوباره کنترل شیفت کانتینیو رو میزنیم و پس میشه. تا اونجایی که میتونیم پاکشون خدمت شما آرزم که بعد اینکه این عملیات انجام شد دوباره ویندوز آر رو میزنیم. این بار کلین این قسمت داره به سی رو انتخاب میکنه. فقط سی رو حواستون باشه، چون ممکنه تو درایوهای دیگه اپلیکیشن گیل یا هرچی که داشته باشید کشش رو پاک میکنه و ممکنه که یه اجرا نشه واسهتون و مشکل برمیخوره. سی رو انتخاب میکنیم، اینجا تمام تیک ها رو میزنیم، کلین آپ سیستم فایل رو میزنیم، دوباره سی رو انتخاب و منتظر. همونجور که دیدید کاملا پاک شد، یعنی هیچ چیزی نموند. 15.6 مگابایت از کش بنده موند. اوکی، دیلت فایل و تمام. دوستان عزیز خیلی ممنون میشم با سابسکرایب چنل ما رو حمایت کنید. ما با آموزش و ترفندهای بیشتری قراره که دنیای در واقع کامپیوتر رو به شما به آسونی آموزش بدیم. خیلی تشکر که ما رو تماشا کردید.